برادران خیلی عزیز و گرامی، میخواستم در گردی 4 نفری که در روایت ها آمده است که الله مهربان در بالای 4 نفر، این 4 نفری را که من در اول نام گرفتم، بر بالای 4 گروه گویم خداوند اینها را دلیل و حجت می آورد. خیلی برادران و مادران و خواهران عزیز، برای گوش کننده خیلی جالب است و برای گوش کننده ها انشاءالله بسیار یک عبرت خوبم هست. در روایت آمده است که یحتج یوم القیامه بأربعة انفس على 4 اجناس من الناس، على الاغنیاء بسلیمان علیه السلام و على العبید بیوسف علیه السلام و على المرضى بایوب علیه السلام و على الفقراء بعیسی علیه السلام. الله مهربان میگه 4 نفر روز قیامت میارد. یکیش آدمی ثروتمنده، یکیش آدمی گویم دسترس، یا با اصطلاح امروز گویم پولدار مالدار هست. دویم نفری را که میارد نفری گویم غلام، اکو در این دور زمانهای ما الحمدلله غلام ها وجود ندارد، ولی غلام یک نفری بود برادران عزیز که خلاص او هیچ حق و حقوق نداشت. در خانه نفر کار میکرد، فقط همون شکمش سیر میکرد و دیگه حتی حق زن گرفتن هم نداشت، یا اگر زن هم که میگرفت و از غلامی هم آزاد نمیشید. اگر مثل خودش یگان غلام زنک هم میگرفت، همون غلامیش باقی میماند. یعنی همیشه گویم یک کارگری خانه یک نفری بود. غلام هم الله مهربان حاضر میکند. سیوم آدمانی که در دنیا بیمار بودند. 4م نفرهایی که در دنیا کمبغل بودند. برادران عزیز خوب اهمیت این الله مهربان میگه وقتی که غلام میارد، غلام یک غلامی که در دنیا الله را اطاعت نکرد، عبادت نکرد، وقتی میپرسش برای چی مقصد تو مرا عبادت نکردی، برای چی از من نترسیدی؟ زیرا که هر یک نفر داند که الله مهربان میگه و من خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی آمدن هر یک نفر در روی عالم، خدای مهربان میگه میدانید من برای چی شما را آفریدم؟ برای آنه که مرا عبادت کنید. ببینید از من اطاعت کنید. خداوند میگه من برای همین شما را آفریدم. وقتی غلام میپرسد برای چی من عبادت نکردی، میگه آخی الله مهربان من خلاص در زیر دست یک نفری بودم و همیشه روزی دراز مقصد به کار مشغول بودم، من دیگر نتوانستم که وقت بیاوم و تو را عبادت کنم. خدای مهربان میگه حضرت یوسف علیه السلام میارد. یک زمان حضرت یوسف هم برادران عزیز گویم وقتی که او را فروختن و او دستی به دستی گویم نفرها شد، یک زمان همین زمان غلامی را هم جناب یوسف علیه السلام سپری کرده بود، ولی این نمیست این غلام هایی که خداوند نشناخت یا عبادت نکرد.
حضرت یوسف همون قول تاجیکای ما که دست به کار دل بیار، اگر کارم کی میکرد کارشم کی میفرمودن، ولی در ساعت بندگی الله را میکرد. خداوند یوسف حجت میارد به سر تمام غلام هایی که اگر دعوا کنند که ما نتانستیم، سرکار بودیم، مشغول بودیم، خوجین بالای سرمان بود. حضرت الله مهربان، الله ذوالجلال میگه چرا یوسف هم غلام بود ولی مرا عبادت کرد. یعنی بین این و بین شما چی فرق بود؟ همه فرزند آدم، همه نامتان غلام، لیکن چرا این عبادت کرد شما نتانستین؟ خدای مهربان وقتی یوسف که حجت میارد، جمعی غلام ها دیگه گردناشون خم و خجالت میشوند. دیگر نفری را که الله مهربان میارد، این نفرهای بیمارند، بیمارهایی که در دنیا الله مهربان اطاعت عبادت نکردند. من اولا از خدای مهربان دعاگو هستم که بیمارها را شفای کامل تیاد و جمعی بیمارهایی که صدای مرا میشنوین، زمان بیمار بودن تونده هم حق بندگی و عبادت از گردن شما ساقط نیست. یعنی این عذر نمی شود که من بیمارم خلاص خداوند عبادت و اطاعت نکنم. بین الله این قدر ذاتی مهربان است که وقتی بیماری باشد که روزه را گرفتن نتانی، خداوند روزه را می بخشد. خدای مهربان وقتی چنان مهربان است که تو بیماری هستی که راستا نماز خواندن نمیتونی، میگه نشسته نماز خوان، نشسته نمیتونی میگه دراز بکش. ببین برای بیمارها وقتی بیماری مسجد رفتن نمیتونی، الله مهربان ثواب همون مسجد در نامه اعمالت می نویسه، زیرا که تو با سبب بیماری مسجد رفتن نمیتونی. خلاص چقدر برای بیمارها خدای مهربان ترحم کردگیه. عیادت شما را، خبرگیری شما را چقدر اجر ثواب گذاشته. برای همین ما وقتی در حالت بیماریمون خدا را عبادت نکنیم، خلاص مثل آدم صحت و تندرست پیش خدای مهربان گناهگار میشیم. یعنی بیماری ما عذر نیست. برای همین وقتی بیمارها میگه الله مهربان آخی جانم میسوخت، خلاص ای جان خیستن نمیتونستم، دست و پام کار نمیکرد، یا خلاص کسلی هر یک نوع کسلش نامش میگیرد، خدای مهربان میگه حضرت ایوب علیه السلام میارد. حضرت ایوب برادران عزیز، این پیغمبر خدا را شما میدانید که زیاده میگه از 8 سال، هر خیلی روایت ها هست، با پشت خواب بودن برادر عزیز، با پشت. زمانی که همه این مال و داراگیشم که از دست رفت، حتی همون خانم هایی که در نکاحش بود اونها هم رفتن، با پشت خواب بود. بعضی تاریخ ها در الله مهربان رحمتشان کنه نویساندن که تا جایی که حتی بدنش کیرم زد، ولی با همه زمین فقط حضرت ایوب یک گپ داشت، الله را دعا میکرد خدای مهربان اگرچه تمام وجود من درد میکند، میسوزد، خلاص من از جان جنبیده نمیتونم، لیکن دعام این است که از زبان نگیرم، یعنی همین زبانم گویا باشد تا ترا یاد کنم، تا ذکر ترا بکنم. بیمارهای ما باید بیشتر و بیشتر با الله نزدیک شوند، زیرا یگان ملال خاطر نآید از وقتش تاجی که ما میگفت که مرگ به 2 نفر نزدیکتره، یکی به آدم پیر، یکی به آدم بیمار. یعنی اینها امکان دارن که مقصد دنیا را پدرود بگن. برای این وقتی بیمار باشی و با خدا را عبادت نکنی، این خیلی برای تو
گویم در بالای این مشکلات باید مشکلات دیگر ضم می شود. برای این خدای مهربان حضرت ایوب میاره وقتی بیمارها از بیماریشون شکایت میکنن و میگن نتانستیم مقصد مشکل ما بود خیلی دایم مقصد درمان بودیم وجودمان میسوخت، میگن مثل حضرت ایوب شما بیمار بودیم. بیماری که ایوب داشت هیچ بیماری روی عالم مثل این بیمار نبود. چرا از زبانش یادی من دور نبود؟ چرا با همون زبانش و با همون اشاره سرش مقصد مرا عبادت میکرد؟ بیمارها همه برادرها اینجا دم گردناشون خم میشود، زیرا که حقیقتاً یعنی این کوتاهی که ما کردیم، این عبادتی که نکردیم، این از حساب بی‌پروایی و ناترسی از خدا بود. زیرا ایوب هم بیمار بود لیکن الله را عبادت میکرد. 2 نفر شد. 3 نفری را که خدای مهربان بالاشون حجت میارد، این کمبغل ها هستند. اینا آدمای نادار و بی شرایط هستند. وقتی الله مهربان آدمای فقیر و بیچاره را میپرسد چرا مرا عبادت نکردید؟ میگد خدای آخی ما مقصد خانه نداشتیم، در خانه مردم مقصد اجاره میشیشتیم. یا خدای مهربان 5-6 تا فرزند داشتم، سحر تا بگا مقصد در بدر در کار بودم، از کجا مقصد من وقتی یافتم که تر عبادت کنم؟ الله مهربان حضرت عیسی علیه السلام میارد. تمام فقیرها مقصد وقتی این دعوا را میکنن، الله مهربان از دارایی حضرت عیسی میپرسد که چی مقدار مال داشت. حضرت عیسی برادرها در تاریخ عمرش میگد که همگی 2 چیز داشت. یک کوزه آبخوری داشت و یک شانه داشت که موی سرش شانه میکنه. همون را میگد وقتی که رفت یک نفر از خودش فقیرتر دید که حتی کوزه آبخوری ندارد، یعنی همیشه در دستش با دستش آب میخورد یا با دستش مقصد آب میکشید، همون کوزه را میگه همون نفر داد. بار دیگر میگه وقتی دید یک نفری که شانه ندارد با دستش موی سرش شانه میکرد، شانهش هم همون را داد. یعنی در دنیا هیچی نداشت. خدای مهربان میگه شما مثل حضرت عیسی فقیر بودید، حالا که شما مقصد خوراکای چند روزه تا داشتید. امروز ولی بعضی فقیرهای ما هفته‌ای خوراکش دارد یا یک روزه خوراکش دارد، ولی مثل بیمارها ولی شما هم عذر ندارید که بگید من کم بغلم، من خدا را دیگر مقصد ساعت عبادت کردن ندارم، من دنبال رزق روزیمم. بین خداوند حضرت عیسی را حجت میاره که بازم کم بغلیش با از الله میترسید و الله را عبادت میکرد. خلاص کم بغل ها هم برادران عزیز اینجا دا چیکار میکنن؟ اینجا دا هم دیگر زبانهاشون لال میشود، زبانها بند میشود، گردنها خم میشود، خلاص دیگر سخنی نمیابند که پیش الله مهربان ابراز کنند. این 3 نفرشم، 3 گروهشم الله مهربان با بالاشون حجت آورد. اگه 4 نفری که برادران و مادران عزیز خداوند بالاشون حجت میارد، این آدمای ثروتمند است، این آدمای پولدار است. وقتی که نفر از پولدار الله مهربان میپرسد خلاص من تو را آفریدم، تو را نسبت به دیگرها مقصد باز دست پر کردم، شرایطات خوب کردم، چرا مرا عبادت نکردی؟ آدم مالدار میگفته است برادرها خواهرها عزیز که خداوندا مقصد وقتی از روزی که دستم پر پول شد، شرایطام همه امکانیتام نقص شد، من با همین مال و ملک
دل بستو، عشق همه مال و ملک برده کو و روز دراز مقصد با حساب و کتاب همین مال مشغول بدو. از این لحاظ دیگر مقصد الله مهربان تو به یاد بم نزدی، دیگر تنها من عبادت کرده نتانستم. الله مهربان حضرت سلیمان علیه السلام میارد و در حضور همه مردکای پولدار و مالدار خدای مهربان ملک سلیمان میپرسد که چی مقدار مال داشتی؟ برادرای عزیز، یک بارک اگر شما خواهیم با پررگی آگاهی پیدا کنین، یک بار در تاریخ حضرت سلیمان نظر کنین، اگر از اول دنیا تا آخر دنیا پولدارهای ما را جمع کنن، به مقدار سلیمان علیه السلام مال نداشتن. اینقدر تمام گویم بریلیانت ها و تمام مقصد از آن سنگ های قیمتی که در روی عالم هست تا طلا و تا نقره و همه اینها در اختیار حضرت سلیمان بودند. حتی حکایه ها و حتی مقصد نقل ها میگذرد که مالش چی به آسمان و چی به زمین برده میشید. این قدر مالدار و ثروتمند بود. خدای مهربان میگه این مالی را که من به سلیمان دادم، چرا این آدم عاشق مال نشید؟ چرا شیفته مال نشید؟ چرا مال دنیا ای را فریب کرده نتانست؟ چرا که در وقت ساعت عبادت مرا عبادت کرد؟ یعنی مال شما و دولت و ثروت شما هیچ وقت این بهانه نمی شود و این عذر نمی شود، زیرا من برای شما نفری را آوردم که از شما در مالدار و پولدار بود. چرا مقصد این آدم بازم مالداریش خدا را عبادت کرد؟ الله رحمت کند. من به تمام برادرایی که مالدار و پولداره خدای مهربان حفظتان کند. ما هیچ وقت در شما بدبین نیستیم. ما خرسندیم که در مردم ما الحمدلله که مردم پولدار هستند. لیکن فقط دعای من همین است که خدای مهربان به حالتان ترحم کند و مال خدا دادگی را در راه درست صرف کنید. تا الله رحمت کنه شیخ سعدی را میگفت پریشان کنیم روز ای گنجینه جوست، که فردا کلیدش نه در دست توست. بینه بر کفی دست هرچی هست، که فردا به دندان گزی پشتی دست. امروز در دستت مال داری، پول داری، شرایط داری. شیخ سعدی میگفت با این مال و با این پول خلاص نام تا برار. ببین خدمت در مردم و در ملکت بکن تا نام تو بنیکی و نام تو مقصد به خوبی بیرون شود. این بود برادران عزیز 4 نفری که خداوند در بالای 4 نفر دیگر حجت و دلیل قرار شد میداد. خدای مهربان توفیق منتید، هدایت کند و آنچه را که شنیدیم خدای مهربان ما را توفیق عملش نصیب بگرداند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.